از 15 تا 18 سپتامبر در دوشنبه رهبران بیش از 10 کشور منطقه جمع می شوند. آنها در نشست جشنی سازمان همکاری شانگهای که امسال به تأسیسش 20 سال پر می شود، نشست نوبتی سازمان پیمان امنیتی دستجمعی اودکبه و نخستین اجلاس مشترک این هر دو سازمان که در چنین شکل بار اول دایر گردیده به وضع افغانستان بخشیده می شود اشتراک می کنند. نشست اودکبه در دوشنبه 16 سپتامبر و نشست جشنی شانگهای و نشست مشترک شوس و اودکبه 17 سپتامبر دایر می شود. نمایندگان خود افغانستان را به نشست‌های دوشنبه دعوت نکردند چون که حکومت قبلی کشور را به طالبان سپرده فرار کرد، ولی حکومتی که طالبان تشکیل و اعلام کرد تا کنون در سطح بین المللی اعتراف نشده است. معلوم شده است که سروزیر هند نریندرا مودی، رهبر چین سی جین پینگ، پرزیدنت مغولستان به دوشنبه نمی آیند و در نشست‌ها به شکل آنلاین اشتراک خواهند کرد. اما رهبران دیگر قرار است به تاجیکستان بیایند و برخی آنها از جمله پرزیدنت‌های روسیه و ایران ولادیمیر پوتین و ابراهیم رئیسی در حوزه نشست‌های منطقوی سفرهای رسمیشان به تاجیکستان را انجام خواهند داد. البته درباره بررسی وضع افغانستان یک نشست اساسی در دوشنبه نشست جشنی بخشیده به 20 سالگی تأسیس سازمان همکاری شانگهای خواهد شد. این سازمان منطقوی است که زیر نظر پکین و مسکو عمل میکند. وزارت خارجه تاجیکستان خبر داد که در نشست جشنی اعلامیه دوشنبه بخشیده به 20 سالگی سازمان شانگهای و حدود 30 قرار دیگر باید تصویب شود. از جمله قرار است موضوع به مصر، قطر و عربستان سعودی دادن مقام کشور شریک بررسی شود. ولی مسئله اساسی بدون شک طور وزارت خارجه تاجیکستان خبر می‌دهد میتواند قبول قرار در مورد آغاز روند همچون عضو کامل حقوق سازمان همکاری شانگهای پذیرفتن جمهوری اسلامی ایران شود. طور معلوم مسئله عضویت ایران چند سال باز در دستور کار قرار داشت، ولی مخالفت تاجیکستان به عنوان یکی از کشورهای اساسگذار این سازمان منطقوی تا کنون باعث شده بود که مسئله قبول ایران به عقب بیفتد. گفته میشد که دوشنبه ایران را به پشتیبانی و مبلغ‌گذاری اپوزیسیون اسلامی تاجیک عیبدار میکند. منظور حزب فعلا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان است که آن را در پیشبرد منفعت‌های ایران و حتی تبلیغ مذهب شیعه عیبدار میکردند. ایران اقرار میکرد که مخالفت برخی کشورها باعث نپذیرفتنش به عضویت سازمان شانگهای شده است، ولی هیچگاه مشخصاً از تاجیکستان نام نمیبرد. تابستان سال جاری از منابع غیر رسمی معلومات بیرون آمد که میگفت دوشنبه در مسئله پذیرفتن ایران به عضویت سازمان شانگهای به گذشت راضی شده است، ولی در عوض جانب ایران تلاش خواهد کرد تا مقامات کنونی تاجیکستان را با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان آشتی بدهد. هنوز معلوم نیست که آیا این تلاش به جای رسید یا نه، ولی طوری به نظر میرسد بد شدن اوضاع در افغانستان تاجیکستان و ایران را دیگر باره مجبور کرده است که روی آشتی بجویند. یادآور میشویم در نیمه دوم سالهای 90 وقتی در افغانستان قدرت به دست طالبان رسید، روسیه و ایران دو حامی اساسی ائتلاف شمال به رهبری احمدشاه مسعود که به ضد طالبان میجنگید شدند. از بس که کمک‌ها به ائتلاف شمالی اساساً از طریق تاجیکستان رسانده میشد، روسیه اون وقت به دوشنبه فشار آورد تا با ایران و همین طور با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که نیروهای جنگیش در آن سالها در شمال افغانستان مستقر شده بودند آشتی کند تا که ادامه جنگ شهروندی در تاجیکستان در راه انتقال کمک‌ها به ائتلاف شمال مانع ایجاد نکند.